به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. کتاب آنی شرلی در رویای سبز، نوشته لوسی ماد مونتگومری، مترجم فریبا شیخ الاسلامی. این کتاب توسط نشر نگاه آشنا در تهران چاپ شده و نوبت چاپ اولش هم در سال 1400 بوده. حتما و به یقین خیلی ها کارتون این کتاب و فیلم سینمایی که ساخته شده بود رو دیدن، ولی شاید کتاب آن شرلی رو کسی مطالعه نکرده باشه و من بهتون پیشنهاد میکنم از دست زیبای این کتاب لذت ببرید. تهیه کنید و تا انتها خودتون کتاب رو بخونید. این کتاب شامل 38 بخشه و بدون هیچ مقدمه و پیشگفتاری شروع شده. با من همراه باشید. بخش اول، وقتی که خانم راشل لین شگفت زده شد. خانم راشل لین درست در کنار جاده اصلی آوونلی زندگی میکرد که کمی شیب داشت و اطراف آن پر از گیاه سوسکا بود و نهری هم در آنجا جریان داشت که در چشمه آن مسیر جنگل قدیمی کاتبرد بود. گفته شده است که این نهر به سرعت از مسیر پرپیچ و خم، تاریک و رازآلود جنگل عبور می کند، اما همین آب هنگام عبور از گودی روبروی خانه لیند به آرامی و با برازندگی جریان داشت. گویا آب نهر هم می دانست که خانم راشل پشت پنجره نشسته است و هیچ چیز، حتی آب نهر هم، از چشمان تیزبین او پنهان نخواهد ماند. اخلاق راشل طوری بود که اگر کوچکترین چیز عجیب و غریبی میدید تا ته و توی قضیه را در نمی آورد از پا نمی نشست. در منطقه آوونلی و اطراف آن بسیاری از افراد بودند که فقط سرگرمیشان سرک کشیدن در کار همسایگان بود و طبیعتاً به کارهای شخصی خود نمی رسیدند. اما خانم راشل لین یکی از آن معدود پدیده‌هایی بود که کاملاً به امور زندگی شخصی و اجتماعی خود می‌پرداخت. از جمله اینکه هم خانه‌دار قابلی بود و هم به کارهای بیرون از خانه به بهترین وجه می‌رسید. مثلا آموزشگاه خیاطی را اداره می‌کرد. در آموزش کلاس تعلیمات دینی هم دستی داشت و از پر و بال قرص‌ترین اعضای انجمن کلیسا و مأموریت‌های خارجی بود. و علیرغم تمام این امور او باز هم ساعتها فرصت داشت تا در حالی که مشغول بافتن بود پشت پنجره آشپزخانه بنشیند و نظاره‌گر بیرون باشد. به گفته زنان آوونلی با لحنی تحسین‌آمیز او تاکنون توانسته بود 16 عدد پتوی پنبه‌ای ببافد و در عین حال نظاره‌گر این جاده اصلی باشد که شیبدار بوده و آن سوتر از وسط یک تپه قرمز رنگ هم عبور کرده است. از آنجایی که آوونلی منطقه‌ای در شبه جزیره مثلثی شکل در خلیج سن لارنس است که هر دو طرف آن را آب فرا گرفته، بنابراین ورود و خروج همه به این شبه جزیره به ناچار از جاده تپه‌ای بود و از زیررس چشمان تیزبین خانم راشل پنهان نبود. یک روز بعد از ظهر در اوایل ماه ژوئن، راشل همان جای همیشگی نشسته بود. نور خورشید گرم و روشن از پنجره به درون خانه میتابید. شکوفه‌های سفید و صورتی باغ میوه پایین خانه همچون لباس عروس با زمزمه هزاران زنبور در حال رقص بودند. تامسلین همسر راشل لین روی زمین آن طرف انبار علوفه آرام در حال کاشتن بذر شلغم بود. به همین دلیل متیو کاتبرد ناچار بود بذر شلغم خود را در جایی دورتر در گرینگیبل بکارد. خانم راشل می‌دانست که در حال حاضر متیو هم باید در حال کاشتن بذر باشد، چرا که شب قبل در مغازه ویلیام جی بلر در خیابان کارمودی شنیده بود که متیو با پیتر موریسون این موضوع را در میان گذاشته بود. البته پیتر خودش از متیو سوال کرده بود و والا متیو به این راحتی اطلاعات شخصی خود را در اختیار کسی قرار نمیداد. ولی با کمال تعجب حالا که ساعت
3:30 بعد از ظهر یک روز کاری را نشان میداد. متیو در حالی که کت و شلوار با یقه سفید پوشیده بود به آرامی از جاده تپه‌ای با درشکه‌اش عبور میکرد. کاملا مشهود بود که او در حال رفتن به مسیر دوری است. اما متیو کاتبرت واقعا قصد رفتن به کجا را دارد و چرا؟ خانم راشل بایستی ماهرانه پاسخی برای این سوالها و کنجکاویش پیدا میکرد، چون متیو خجالتی ترین مرد آن حوالی بود و از روبرو شدن با غریبه ها تنفر داشت. پس باید کار مهمی پیش آمده باشد که او مجبور شده است تا از خانه‌اش خارج شده به مسیر دوری برود. متیو سوار بر درشکه با کت و شلوار اتفاق عجیبی بود که به این سادگی ها کسی شاهد آن نبود. آن روز بعد از ظهر برای خانم راشل مشغله فکری جدیدی درست شد. پس از مدتی راشل به این نتیجه رسید که پس از نوشیدن چای به گرینگیبلز رفته و از ماریلا هدف متیو و علت رفتن او را جویا شود. متیو هرگز این موقع سال به شهر نمی رفت، چرا که اگر بذر شلغم او تمام می شد اینقدر مرتب لباس نمی پوشید و حتی سرعتش آنقدر زیاد نبود که بتوان گفت نزد پزشک رفته است. بنابراین از شب گذشته تا کنون حتما اتفاقی افتاده که او راهی شهر شده است. او با خود گفت من کاملا گیج شدم و تا زمانی که علت رفتن متیو را متوجه نشوم آرام نمیگیرم. به همین دلیل خانم راشل پس از نوشیدن چای به سمت خانه آقای کاتبرت را افتاد. خانه بزرگ و باغدار کاتبرت فقط چند صد متر از خانه لین فاصله داشت. پس مسیر زیاد طولانی نبود. ولی با این حال راشل بایستی از کوچه بلندی عبور میکرد تا به خانه آنها برسد. پدر متیو کاتبرت که او هم مانند پسرش ساکت و خجالتی بود، خانه‌اش را طوری بنا کرده بود که تا جایی که امکان داشت دور از مردم باشد. البته این گوشه‌نشینی او با جنگل فاصله داشت. گرینگیبل زمین سرسبز آنها در دورترین نقطه نسبت به جاده اصلی قرار داشت، به نحوی که از خانه‌های منطقه آوونلی کاملا جدا بود. از نظر خانم راشلین گرینگیبلز اصلاً محل مناسبی برای سکونت نبود. او در حال قدم زدن در مسیر ناهموار پرعلف و مملو از بوته‌های رز با خود گفت اینجا فقط محل اقامت کاتبرت هاست، نه محل زندگی. تعجبی ندارد که متیو و ماریلا عجیب و غریب شدند. اینها همه به خاطر تنها بودنشان است. حتی درختان این مسیر هم در کنار هم نیستند و رفاقتی ندارند. اما به قول یک ایرلندی انسان به هر چیزی عادت پیدا می کند. فرق در این افکار بود که به حیات پشتی گرینگیبلز رسید. چقدر این حیات سرسبز و تمیز بود. یک سمت حیات درختان بزرگ بید و سمت دیگر درختان ایتالیایی لومباردو خودنمایی می‌کردند. هیچ خار و خاشاک و سنگی روی زمین نبود. به نظر می رسید که ماریلا کاتبرت حیات را مثل خانه‌اش تمیز می‌کند. به قول معروف میشد زمین را از تمیزی لیست زد. خانم راشل به محض تعارف ماریلا به سرعت به سمت در آشپزخانه رفت و داخل شد. آشپزخانه آنقدر تر و تمیز و مرتب بود که گویی فضایی بدون کاربرد در خانه است و نشاطی در آن دیده نمی شود. پنجره ها به سمت مشرق و مغرب باز می شد، به این ترتیب که پنجره غربی رو به حیات پشتی بوده و گرمای آفتاب مطبوع ماه ژوئن از آنجا به درون آشپزخانه می تابید و اما از پنجره رو به شرق در سمت چپ باغ می شد نظاره‌گر شکوفه های سفید درختان گیلاس و حرکت شاخه های باریکی باشید که رو به شیب نهر سرخم کردند و حجمی از گیاهان رونده سبز آنها را پوشش دادند. پشت همین پنجره بود که ماریلا کاتبرت بی علاقه به نور خورشید در حال بافتن می نشست و میز ناهارخوری هم پشت سرش قرار داشت. به نظر او تابیدن نور خورشید مانند آن بود که دائما بی هیچ مسئولیتی در حال رقصیدن باشی. خانم راشل به محض ورود به آشپزخانه و پیش از بستن در همه چیز روی میز را دید و به خاطر سپرد. مربای سیب و یک نوع کیک و 3 بشقاب روی میز بود که همان ظرف‌های معمولی ماریلا بود.
پس ماریلا به احتمال زیاد باید منتظر کسی باشد که به همراه متیو خواهد آمد. اما با این شرایط این شخص مهمان خاصی نیست. اما چرا متیو حسابی تیز زده بود؟ خانم راشل با این معما خانه آرام و غیر مرموز گرینگیبلز گیج و متحیر مانده بود. ماریلا به سرعت گفت عصر بخیر، امروز عجب روز قشنگیه مگه نه؟ بفرما بنشین. اهالی و همسایه ها چطورند؟ یک چیزی شبیه دوستی بین راشل و ماریلا علیرغم تفاوتشان همیشه جریان داشت. ماریلا یک زن لاغرندام با زاویه دید مشخص و کمری صاف بود. بین موهای مشکیش چند تار موی سفید دیده میشد. همیشه کل مویش با مدل گوجه‌ای محکم با 2 سنجاق سرسیمی بسته شده بود. ظاهراً ماریلا کم تجربه و با وجدان بود و اگر کمی با او معاشرت می‌کردی حس شوخ طبعی هم تا حدی داشت. خانم راشل گفت ما همگی خوبیم، اما امروز وقتی که دیدم متیو در جاده راه افتاده است نگران شما شدم. فکر کردم شاید پیش دکتر می‌رود. ماریلا لب‌هایش را جمع کرد. انتظار چنین عکس‌العملی را از راشل داشت، چرا که رفتن متیو به شهر به آن شکل کنجکاوی اهالی را به هر حال برمی‌انگیخت. ماریلا جواب داد نه، من کاملا حالم خوب است، هرچند دیروز سردرد بدی داشتم. متیو به این علت به براید ریور رفته است که ما از یتیمخانه نووا اسکوتیا یک پسر بچه را قرار است به خانه بیاوریم که امشب با قطار میرسد. اگر ماریلا میگفت که متیو به براید ریور رفته تا یک کانگوروی ایتالیایی را ببیند، راشل دیگر بیش از این متعجب نمیشد. او چند ثانیه‌ای متحیر مانده بود. مطمئن بود که ماریلا او را دست نمی‌اندازد. پس از اینکه کمی حالش رو به راه شد گفت ماریلا تصمیم شما جدی است؟ ماریلا طوری جواب مثبت به راشل داد که گویی آوردن پسر بچه از یتیمخانه نووا اسکوتیا بخشی از کارهای معمول بهاره اهالی آمولدی است. خانم راشل که گویی تلنگری خورده باشد با خود تکرار میکرد پسر بچه؟ ماریلا و متیو کاتبرت دارن پسر بچه به خانهشان میآورند؟ از یک یتیمخانه؟ خب دیگر دنیا وارونه شده. او دیگر پس از این ماجرا از هیچ اتفاقی اینقدر شگفت زده نخواهد شد، از هیچ چیز. راشل با نارضایتی گفت آخر چه شد که چون این فکری به ذهن شما خطور کرد؟ دیگر برای این حرفا دیر شده بود و آنها بدون نظر خواستن از دیگران دست به این کار زده بودند. ماریلا در جواب گفت ما تمام فصل زمستان را راجع به این موضوع فکر کردیم. خانم الکساندر اسپنسر هم یک روز قبل از کریسمس که به اینجا آمده بود قصد داشت در فصل بهار یک دختر بچه را از یتیمخانه هوپتون به خانه‌اش بیاورد. عموزاده او در آنجا زندگی می کند. بنابراین خانم اسپنسر همه چیز را درباره بچه‌ها می‌داند. بعد از آن من و متیو هم بارها این موضوع را بررسی کردیم. ما فکر کردیم که پسر بچه‌ای را به خانه بیاوریم. متیو پا به سن گذاشته و به 60 سالگی رسیده است و دیگر مانند قبل زبر و زرنگ نیست. ضمناً قلبش هم مشکل دارد و تو می‌دانی که کارگر گرفتن هم دردسر خودش را دارد. پسرک‌های فرانسوی نادان هم تا کار یاد می‌گیرند آدم را ترک می‌کنند و جذب کارخانه‌های کنسروسازی خرچنگ می‌شوند. اول متیو پیشنهاد داد تا پسر برنارد را بیاوریم، اما من مخالفت کردم و گفتم البته شاید آنها انسان‌های خوبی باشند، اما عرب‌های ساکن لندن را دوست ندارم. بیشتر دلم می‌خواهد کسی را به خانه بیاوریم که حداقل هموطن باشد. آوردن یک خارجی به خانه می‌تواند یک ریسک باشد، اما اگر یک کانادایی الاصل باشد فکرم راحت‌تر است و شب‌ها بهتر خوابم می‌برد. بنابراین ما از خانم اسپنسر خواستیم وقتی سراغ دختر کوچولوی خودش می‌رود یکی هم برای ما انتخاب کند. هفته پیش به او پیغام دادیم که یک پسر باهوش و دوست داشتنی حدود 10-11 ساله برای ما بیاورد. به نظر ما این سن مناسب است، چرا که آنقدر بزرگ هست که کار کند و آنقدر کوچک است که بتوان مناسب او را تربیت کرد. ما می‌خواهیم در کنار کارهای خانه درس هم بخواند. امروز یک تلگرام از خانم الکساندر اسپنسر دریافت کردیم. پستچی پیغام را از ایستگاه آورده بود و گفت که آنها با قطار ساعت 5:30 میرسند.
متیو هم راهی براید ریور شد تا او را ببیند. خانم اسپنسر پسرک را آنجا پیاده خواهد کرد و خودش در ایستگاه وایت سندز پیاده می شود. خانم راشل که بالاخره توانست با این خبر شگفت‌آور کنار بیاید و سرمست از اینکه از ماجرا سر درآورده بود گفت: خب ماریلا، به نظر من شما دارید کار خطرناک و احمقانه ای را انجام می دهید. شما یک غریبه را به خانه‌تان می آورید که اصلا خودش و پدر و مادرش را نمی شناسید و هیچ چیز هم درباره او نمی دانید. همین هفته گذشته بود که در غرب جزیره‌مان یک زن و شوهر که پسری را از یتیمخانه آورده بودند در آتش سوزی که او مسبب آن بود سوختند. باز مورد دیگری را سراغ دارم که پسر فرزندخوانده‌ای تخم مرغ‌ها را بدون اجازه صاحبخانه برمی‌داشت و می‌خورد. من دلسوز شما هستم. اگر قبلا با من مشورت کرده بودی حتما سفارش می‌کردم که دست به چنین کاری نزنی. اما این اخطارها هیچ تأثیری روی ماریلا نگذاشت و او همچنان به بافتن ادامه داد و در جواب گفت: البته راشد، تو خیلی هم بیراه نمیگویی. من خودم هم در این باره مردد بودم. اما متیو خیلی مصمم بود. من هم به خاطر او کوتاه آمدم. متیو معمولا کاری را بی‌دلیل انجام نمی‌دهد. کلاً در این دنیا هر کاری همراه با خطر است. حتی انسان خودش هم بخواهد بچه دار شود ریسک دارد، چرا که معلوم نیست بچه چطور انسانی از آب در بیاید. در ضمن این پسر بچه از انگلیس یا ایالات متحده نمی آید، بلکه از نووا اسکوتیا می آید که نزدیک همین جزیره است و اهالی آنجا زیاد با ما تفاوت ندارد. و باز ماریلا در ادامه طوری صحبت کرد که گویی تمام اشتباهات دنیا به گردن دختر است و از پسر هیچ خطایی سر نمی‌زند. بعد هم من هرگز دختر بچه را به فرزندی قبول نمی کنم تا بزرگش کنم. واقعا نمیدانم چرا خانم اسپنسر این کار را کرد. خانم راشل خیلی دوست داشت تا آمدن متیو آنجا بماند، اما تا برگشتن او 2 ساعت مانده بود و او در این زمان می توانست به خانه رابرت بل برود و خبر جدید را به او بگوید. او دوست داشت اولین نفری باشد که خبر می دهد و عکس‌العمل بقیه را ببیند. او ماریلا را با تردیدها و ترس‌هایش تنها گذاشت. خانم راشل در مسیر به سمت خانه رابرت پیش می‌رفت و به خاطر قصه‌های خیالی که در مورد آن بچه‌ها به ماریلا گفته بود متأسف شد. اما خود را اینگونه توجیه کرد که متیو و ماریلا درباره بچه‌ها چیزی نمی‌دانند و احتمالاً توقعشان از بچه این است که او هم مانند پدر بزرگها عاقل و آرام باشد. البته شک داشت که آنها پدر بزرگشان را دیده باشند یا خیر. اما وجود یک بچه در گرینگیورز خیلی دور از ذهن است، چون وقتی آنها خانه جدید خود را ساختند کاملا بالغ بودند و اصلا چه کسی فکرش را میکرد که آنها روزی خودشان بچگی کرده باشند. دلم برای آن بچه یتیم میسوزد که قرار است اینجا بزرگ شود. راشل با تمام وجود داشت با بوته های روز این حرفها را میزد، اما اگر واقعا او بچه‌ای را در ایستگاه برایت ریور همان لحظه میدید دلسوزیش بیشتر هم میشد. بخش دوم. و حالا متیو کاتبرت شگفت زده می شود. حالا از احوالات متیو بگوییم که سوار بر درشکه حدود 12 کیلومتر از خانه دور شده و آرام به سمت براید ریور می رود. این مسیر جاده زیبایی بود که اطراف آن خانه‌های مرتب کشاورزان، گل‌های حنا، درختان صنوبر و شکوفه‌های نازک آلوهای وحشی خودنمایی می‌کردند. نسیم دلنواز رایحه خوش درختان سیب را با خود همراه داشت و در افق علفزار مه ارغوانی و درخشانی دیده می‌شد. ضمن اینکه پرندگان خوش الحان طوری آواز می‌خواندند که گویی یک روز بلند تابستان را تجربه می‌کنند. متیو هم در حال رفتن از این مناظر تا وقتی لذت می‌برد که زنان را سر راه می‌دید و مجبور بود برایشان سری تکان دهد. این رسم جزیره پرینس ادوارد بود که در مسیر جاده در برخورد با غریبه و آشنا همه باید سر تکان می‌دادند. متیو از تمام زنان به جز ماریلا و خانم راشل می‌ترسید. وقتی این موجودات مرموز به او می‌خندیدند او احساس بدی پیدا می‌کرد. البته او درست فکر می‌کرد، چون خودش هم با موهای بلند سربی رنگ
که روی شانه های خمیده‌اش ریخته بود و یک ریشه پر و قهوه‌ای رنگ که از 20 سالگی به همین شکل بود شخصیت عجیب و غریبی داشت. در واقع میتوان گفت که او در 20 سالگی هم تقریبا همین قیافه را بدون موی سفید داشته است. هنگامی که او به براید ریور رسید از قطار خبری نبود. او فکر کرد که خیلی زود رسیده است، بنابراین اسب را در محوطه هتل کوچک براید ریور بست و به سمت دفتر ایستگاه رفت. سکوی طولانی ایستگاه تقریبا خلوت بود و تنها موجود زنده‌ای که به چشم می‌خورد دختر بچه‌ای بود که در انتهای سکو روی تخته‌ها نشسته بود. متیو بی توجه به آن دختر به سرعت از جلوی او رد شد. اگر هم او را میدید معلوم نبود متوجه حالت انتظار آن دختر بچه شود، اما در واقع آن دختر منتظر چیزی یا کسی نشسته بود. متیو وقتی با رئیس ایستگاه روبرو شد که او در حال آماده شدن برای رفتن به خانه‌اش برای شام بود و از او درباره قطار ساعت 5:30 پرسید. مأمور ایستگاه فوراً جواب داد: قطار ساعت 5:30 رسید و نیم ساعت پیش هم رفت، اما مسافر شما که یک دختر بچه است پیاده شد. او آنجا روی تخته‌ها نشسته است. از او خواستم در سالن انتظار زنان منتظر بماند، اما او با متانت گفت که ترجیح می‌دهد تا بیرون منتظر باشد و در فضای بیرون بهتر می‌توان خیال پردازی کرد. به نظر من او یک مورد خاص است. متیو که بهت زده شده بود گفت: اما من دنبال یک پسر بچه آمده بودم. خانم اسپنسر قرار بود از نووا اسکوتیا پسر بچه برایم بیاورد. رئیس ایستگاه مشغول سوز زدن شد و گفت: فکر کن کجای کار اشتباه شده است. خانم اسپنسر به همراه دختر بچه از قطار پیاده شده و او را به من سپرد. او گفت که شما و همسرتان دختر بچه ای را از یتیمخانه به فرزندی قبول کرده اید. الان هم شما دنبال او آمده اید. این تمام اطلاعاتی است که من دارم و هیچ بچه یتیم دیگری هم اینجا پنهان نکردم. متیو با ناامیدی در حالی که آرزو میکرد کاش ماریلا اینجا بود تا با هم فکر کنیم چه کار باید کرد گفت: من که متوجه نمیشم. رئیس ایستگاه با بی‌توجهی گفت: بهتر است که از خود آن دختر بپرسید. من مطمئنم که او قادر به توضیح این مسئله است. شاید یتیمخانه پسری نداشته تا به شما بسپارد. او با بیخیالی و گرسنگی از آنجا دور شد و متیوی بیچاره تنها ماند و با خود فکر میکرد که چگونه پیش آن دختر غریبه و یتیم برود و از او بپرسد که چرا او به جای یک پسر بچه نیامده است. آنقدر این کار برای او سخت بود که فکر میکرد قرار است با شیری در لانه‌اش دست و پنجه نرم میکند. متیو کمی عقب رفت و بعد در حالی که این پا اون پا میکرد غرغر کنان به سمت آن سوی سکو نزد دختر رفت. دخترک دائما از اول حواسش به متیو بود و او را زیر نظر داشت، اما متیو اصلا به او نگاه نمیکرد. یک عابر معمولی هم متوجه این قضیه میشد که او نوجوانی است حدود 11 ساله که یک پیراهن کوتاه، تنگ، زشت و زرد رنگ پوشیده است. یک کلاه قهوه‌ای رنگ و رنگ رو رفته هم روی سرش گذاشته بود که زیر آن موهای قرمزی بود که دو طرف بافته شده بود. صورت دختر کوچک سفید و لاغر بود و ککمک داشت. دهانی بزرگ داشت و چشمان بزرگش بعضی اوقات جلوی نور سبز رنگ و گاهی هم خاکستری بود. اینها توصیف یک نظاره‌گر معمولی است، اما از زبان یک نظاره‌گر فوق‌العاده میتوان گفت که این دختر چانه معنیدار و تیزی دارد. چشمان درشتش پر از نشاط و سرزندگی است. لبانی شیرین و گویا دارد. دارای پیشانی بلندی است و خلاصه اینکه از نظر این نظاره‌گر فوق‌العاده و نکته‌سنج ما این دختر یک آدم معمولی نیست که متیوی خجالتی با این حالت مسخره داشت به سمت او میرفت. دخترک تا متوجه شد که متیو دنبال او آمده است ایستاد. با یک دست کیف کهنه‌اش را گرفت و دست دیگرش را به سمت او دراز کرد و به این ترتیب فرصت اول حرف زدن را از متیو گرفت. او با صدای شیرین و خواستنی گفت: به نظر من شما آقای متیو کاتبرد از گرینگیبلز هستید. من از دیدن شما بسیار خوشبختم. داشتم فکر می‌کردم که شاید چیزی پیش آمده است و دیگر دنبال من نمی‌آیید.
داشتم فکر میکردم اگر کسی دنبالم نیاید این جاده را به سمت آن درخت گیلاس بروم و تمام شب را بالای درخت بمانم. من ناراحت نمی شدم چون فکر می کنم خوابیدن روی درخت گیلاس پر از شکوفه های سفید رنگ زیر نور ماه خیلی جالب است. شما اینطور فکر نمی کنید؟ مثل این است که شما در یک سالن مرمر در حال دوئل هستید، مگر نه؟ و من کاملا مطمئن بودم که اگر شب دنبال من نمی آمدید صبح حتما سراغ من را می گرفتید. متیو با دست پاچگی دست لاغر کوچک دختر را در دستش گرفت. سپس تصمیم گرفت چه کار کند. او نمی توانست به این دختر با چشمهای پرشور بگوید که اشتباهی رخ داده است. متیو او را به خانه خواهد برد و اجازه می دهد تا ماریلا این کار را انجام دهد. نمیشد دختر را در براید ریور رها کرد. مهم نیست که چه اتفاقی افتاده است. پس باید تمام سوالات و توضیحات را به وقتی موکول کرد که او به گرینگولد برمیگردد. متیو با شرمساری گفت شرمنده دیر کردم، بیا برویم. اسب در محوطه است. کیفت را به من بده. دختر نوجوان با خوشحالی گفت نه، خودم آن را میآورم، با اینکه تمام وسایل با ارزشم را در آن گذاشتم، اما سنگین نیست. این کیف بسیار کهنه است و من خودم قلق کیفم را میدانم. اگر آن را درست بر ندارم بندش از جا در میآید. درست است که خوابیدن روی درخت جالب است، اما من بسیار خوشحالم که دنبال من آمدید. فکر می‌کنم راه درازی در پیش داریم، اینطور نیست؟ خانم اسپنسر گفت که تقریباً 12 کیلومتر راه داریم. من خوشحالم چون درشک سواری را دوست دارم. به نظرم فوق‌العاده است که قرار است با شما زندگی کنم. من هرگز به کسی تعلق نداشتم. یتیمخانه بدترین جای دنیاست. با اینکه من فقط 4 ماه آنجا بودم، به گمانم شما هرگز یتیمخانه‌ای ندیده باشید. آنجا بدتر از هر جایی است که تصور کنید. خانم اسپنسر گفته بدگویی نکنم. من هم قصدم این نیست. البته کادر آنجا آدم‌های خوبی بودند، اما ایراد یتیمخانه این است که نمیتوان آنجا خیال پردازی کرد. مثلا اینکه تصور کنی شاید دختری که در کنارت نشسته است در واقع دختر یک کنت است که توسط یک پرستار شرور دزدیده شده است و قبل از مرگش هم فرصتی برای اعتراف نداشته است. من چون روزها وقت نداشتم شبها بیدار میماندم و از این فکرها میکردم. شاید به همین دلیل باشد که من اینقدر لاغر شدم. من در تصوراتم خودم را توپل و زیبا میبینم. بالاخره آنها به درشکه رسیدند و دختر که از نفس افتاده بود دیگر به حرف زدن ادامه نداد. او دیگر کلمه‌ای صحبت نکرد تا اینکه از آن دهکده خارج شدند و در جاده از سراشیبی تپه کوچکی پایین آمدند که خاکی نرم داشت. بعد دو طرف جاده بالای سرشان شکوفه‌های درختان گیلاس وحشی و شاخه‌های سفید و باریک درختان قان دیده می‌شد. دخترک دستش را بالا برد و شاخه آلوی وحشی را کند که به یک طرف درشکه می‌خورد و بعد پرسید این منظره چقدر زیباست. به نظر شما آن درخت پر از شکوفه‌های سفید که کمی خم شده است شبیه چیست؟ متیو گفت خوب نمی‌دانم. دخترک گفت چرا خوب معلوم است شبیه یک عروس دوست داشتنی با یک شنل توری و لطیف است. هرچند من خودم هنوز عروس ندیدم و خودم هم انتظار ندارم که روزی لباس عروس بپوشم، اما میتوانم آن را تصور کنم. من آنقدر زیبا نیستم که کسی بخواهد روزی با من ازدواج کند، مگر اینکه طرف یک مبلغ مذهبی باشد. مبلغ‌ها سخیل نیستند، اما امیدوارم روزی برسد که من هم لباس سفیدی داشته باشم. این برای من نهایت خوشبختی در این دنیاست. من واقعا لباسهای زیبا را دوست دارم، اما هرگز به خاطر ندارم که لباسی زیبا داشته باشم، اما امیدوارم که بعدها داشته باشم. من همیشه خودم را در لباسهای باشکوه تصور می کنم. امروز صبح وقتی از یتیمخانه خارج شدم خیلی خجالت کشیدم که مجبور بودم با این پیراهن کهنه و مزخرف باشم. البته تمام بچه یتیم‌ها مجبورن چون این لباسهایی بپوشن. زمستان سال گذشته یک تاجر در هوپتون چند صد متر پارچه نخی به یتیمخانه بخشید. بعضی از مردم میگفتند که چون پارچه‌هایش فروش نمی‌رفته آنها را بخشیده. اما من معتقدم که او از سر مهربانی این کار را کرد. مگر نه؟ وقتی ما سوار قطار شدیم احساس می‌کردم همه دارن از سر دلسوزی به من نگاه می‌کنن. اما من اهمیت ندادم
و به بهترین شکل شروع به خیال پردازی کردم. به این شکل که من با پیراهن ابریشمی آبی رنگ، یک کلاه بزرگ پر از گل، یک ساعت مچی طلا و دستکش و چکمه بچگانه تیپ زدم. اینگونه بود که تمام وقت از سفرم به جزیره لذت بردم و شاد بودم. من در قایق حالت تهوع نداشتم. خانم اسپنسر هم حالش خوب بود و مراقب من بود که از قایق بیرون نیفتم. هم به قول خودش او وقت نداشت که حالش بد شود و من دوست داشتم همه چیز را با دقت ببینم. چون معلوم نبود دیگر چون این فرصتی برای ما پیش بیاید، تمام درختان گیلاس شکوفه زده بودند. این جزیره پرشکوفه ترین جاست. من خیلی اینجا را دوست دارم و خوشحالم قرار است اینجا زندگی کنم. من قبلا شنیده بودم که جزیره شاهزاده ادوارد زیباترین مکان در دنیاست و من همیشه در تصوراتم در چنین جایی زندگی می‌کردم، اما هرگز فکر نمی‌کردم واقعیت پیدا کند. خیلی خوب میشد تصورات انسان تحقق پیدا کند. درست است، اما آن جاده‌های قرمز رنگ هم جالبند. وقتی که ما در شارلوت تاون سوار قطار شدیم و کم کم جاده‌های قرمز رنگ را دیدیم، از خانم اسپنسر علت رنگ جاده را پرسیدم. او جوابش را نمی‌دانست و من هم دلم نیامد سوالات بیشتری بپرسم. اما اگر سوال هم نپرسم چگونه میتوانم اطلاعاتم را زیاد کنم؟ شما میدانید چرا رنگ جاده قرمز است؟ متیو گفت خب من هم نمیدانم. دخترک گفت خب این تازه یکی از چیزهایی است که میتوان به آن دست پیدا کرد. آیا جالب نیست که راجع به تمام ناشناخته‌ها فکر کنیم؟ دنیای جالبی داریم و من به همین دلیل خوشحالم که زنده‌ام. اگر ما جواب سوالاتمان را پیدا کنیم چقدر فوق‌العاده است، اما دیگر امکان خیال پردازی نخواهیم داشت و این کاری است که من همیشه انجام میدهم. اگر من زیاد صحبت میکنم و شما اذیت میشوید دیگر ادامه ندهم. اگر مصمم باشم ساکت خواهم شد، هرچند کار سختی. تعجب آور بود که به متیو داشت خوش میگذشت. او هم مانند بیشتر آدمهای ساکت انسانهای پرحرف را دوست داشت که به حرف زدن ادامه میدهند و او مجبور نیست صحبت کند. اما تاکنون او هرگز انتظار نداشت که از همصحبتی با یک دختر بچه لذت ببرد. از نظر او تمام زنها بد هستند و دخترها بدتر هم هستند. او از نوع نگاه همراه با ترس آنها به خودش متنفر بود. گویی آنها انتظار داشتند تا او به بهانه‌ای حسابی حرف بزند. نوع تربیت دختران آونلی اینگونه بود، اما این دخترک ککمکی بسیار با آنها متفاوت بود و به همین دلیل دلش نمی‌آمد مانع صحبت‌های شیرین او شود و گویی از شخصیت او خوشش آمده بود. بنابراین او با کمرویی گفت اشکالی ندارد، تو میتوانی هر چقدر دوست داشتی حرف بزن. امیدوارم که از این کتاب زیبا لذت برده باشید و من هر سطری از این کتاب رو که برای شما خوندم فیلم و کارتون آنشلی روی تصورم پرسه میزد. امیدوارم که این کتاب رو تهیه کنید و نثرش رو بخونید که بسیار دلنشینه. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.